صبح یه روز تو مارچ سال 1995 ماشینای آتش نشانی، پلیس و آمبولانس جلوی یه خونه متروکه پارک کردن. یکم بعد 2 افسر از دایره جنایی NYPD وارد اون خونه شدن و وقتی رفتن تو زیر زمین حس کردن پاشونو توی یه صحنه از فیلمای ترسناک گذاشتن. چند لحظه سکوت کردن تا اینکه یکیشون گفت امیدوارم این بلا رو بعد مرگ این آدم سرش آورده باشن. پرونده امروزمونو خودم عاشقشم و از اوناییه که آخرشو نمیتونید حدس بزنید. اما قبل اینکه شروع کنیم ویدیو شامل جزئیاتیه که ممکنه برای بعضیا آزاردهنده باشه، پس احتیاط کنید و viewer discretion is advised. بی معطلی بریم سراغ ویدیومون. من آناهیتام و به کانال من خوش اومدید. 28 فوریه سال 1995 یه دختر 20 ساله به نام کیم انتوناکس روبروی آینه اتاقش تو بروکلین نیویورک نشسته بود. موهای فر قهوه‌ایشو مرتب کرد، گوشواره‌های طلایی مورد علاقه‌شو انداخت و عملاً این مدل تیپ زدن باعث میشد حس کنه یه آدم دیگه است. در طول روز کیم یه دانشجوی نمونه با نمرات بالا بود و تو محل کارش هم به عنوان یه آدم منظم و متعهد میشناختن. اما شبا یه مقدار شر و شیطون میشد. وایساد یه نگاه دیگه به خودش انداخت و از اتاق رفت طرف پذیرایی خونه‌ای که اکثر همسن و سالاش بهش حسودی میکردن. 2 خوابه بزرگ، خیلی شیک و روبروش اون طرف خیابونم یه گاراژ اختصاصی داشت. حالا کیم به تنهایی اصلاً و ابداً نمیتونست همچین خونه‌ای رو بخره، اما خوشبختانه پدرش حمایتش میکرد. تو پذیرایی دوستاش اپریل دیدلی و نامزد اپریل جاش تورز رو دید که روی مبل نشستن و تلویزیون نگاه میکنن. جاش، اپریل و پسر 2 سالشون یه چند هفته ای میشد که خونه کیم میموندن چون خونه خودشون در حال تعمیر بود. حالا کیم عاشق وقت گذرونی با اپریل و بچهش بود، اما بیشتر از اون خوشحال بود که جاش اونجاست. حضور یه مرد قوی توی خونه باعث میشد احساس امنیت کنه و طی 1 ماه اخیر کیم اصلا احساس امنیت نمیکرد. ماه جنیری اون سال کیم با یه پسر به نام فلادیک آشنا شده بود که به اسم سایکو یا همون روانی میشناختنش. یه پسر روس فوق‌العاده خوش‌تیپ و یکم بزرگتر از کیم. اوایل رابطه‌شون کیم فکر می‌کرد سایکو یه لقب طعنه‌آمیزه، مثل وقتایی که یه آدم درشت و کوچولو صدا میکنن. چون سایکو ظاهراً خیلی خوب بود، همیشه باهاش خوش میگذشت، مهربون و خونسرد و بادرک بود، اما اخیراً تمام این خصوصیاتش تغییر کرد. کیم به اپریل و جاش شب بخیر گفت، کتشو پوشید و از خونه رفت بیرون. اول چند لحظه وایساد اطرافو چک کرد که مطمئن شه ماشین مشکوکی اون اطراف نیست یا کسی براش کمین نکرده، چون تقریبا از 1 ماه پیش سایکو رفتارشو با اسمش ست کرده بود. از وقتی با هم یه سفر کوتاه به فلوریدا رفتن. کیم فکر می‌کرد این یه سفر عادیه، برن لب ساحل خوش بگذرونن، اما سایکو برداشت دیگه‌ای داشت. چون به محض اینکه برگشتن نیویورک، سایکو اسم کیم رو روی پاش تتو زد و بهش درخواست ازدواج داد. کیم بلافاصله درجا رابطه‌شو با سایکو تموم کرد. پیشنهاد ازدواج خیلی زود و خیلی جدی بود براش. اما بعد به هم زدنشون دیوونه بازیای سایکو شروع شد. مدام بهش زنگ میزد یا میرفت دم آپارتمانش داد و بیداد میکرد، تهدیدش میکرد و اخیراً اذیتاش بیشترم شده بود، چون فهمیده بود کیم با یکی از دوست پسرای سابقش به نام جی آشتی کرده و خب حسودیش میشد. پس کیم خیابونو چک کرد و وقتی خیالش راحت شد رفت طرف گاراژ، تو ماشین هوندا سیویک سفیدش نشست و راه افتاد. داشت میرفت دنبال یکی از دوستاش حدوداً 2-3 کیلومتر اون طرفتر و تو همین حین سعی میکرد به سایکو فکر نکنه، چون اینجوری شبش خراب میشد. چند دقیقه بعد دوستشو سوار کرد و دوتایی یه شب دخترونه عالی گذروندن. شام خوردن، رفتن کلاب، کل شب و رقصیدن تا حوالی ساعت 4 صبح که عملاً داشتن کلابو میبستن. نهایتاً دوستش رو رسوند خونه، خودشم برگشت سمت آپارتمانش و ماشین رو تو گاراژ پارک کرد. تو این نقطه کیم فقط دلش میخواست بره تو اتاقش رو بخوابه. فرداش باید میرفت سر کار و نیاز به استراحت داشت. پس ماشین رو خاموش کرد، پیاده شد، اما بلافاصله سر جاش خشکش زد، چون یه صدایی از تو تاریکی شنید. برگشت و عملاً نمیتونست چیزی ببینه که یهو یه صدای دیگه از پشت سرش داخل گاراژ شنید. بنابراین وحشت زده سری کلیداشو برداشت و دوید طرف در گاراژ.
بعد از ظهر همون روز 1 مارچ حوالی ساعت 4 بعد از ظهر پدر کیم یعنی تامی انتوناکس در خونه کیمو زد. دوست کیم اپریل در حالی که پسر 2 سالش تو بغلش بود در رو باز کرد و بلافاصله فهمید که تامی ناراحته. پرسید مشکلی پیش اومده و تامی گفت کل روز هیچ خبری از دخترش نشنیده. بعد تامی وارد خونه شد و تو این نقطه جاش اومد جلو سلام کنه، اما اونم متوجه شد که تامی کلاف است، پس فقط ساکت یه گوشه وایساد بفهمه چه خبره. تامی ازشون پرسید که میدونن کیم کجاست و اپریل و جاش گفتن از دیشب که رفته بیرون دیگه خبری ازش ندارن. اما خب نمیخواستن به پدرش بگن که این یه چیز عادیه، کیم خیلی وقتا میره بیرون و شب خونه نمیاد. پیش خودشون فکر کردن که احتمالاً کیم با دوست پسرش یا دوستاش رفته خونهشون، مست بوده و شبم همونجا خوابیده. اما تامی بهشون گفت که دخترش صبح سر کار پیداش نشده. کیم در واقع برای دوست دختر پدرش کار میکرد و اون روز دوست دختره به تامی خبر داده بود که کیم نیومده. حالا تو این نقطه اپریل و جاش هم نگران شدن. کیم هرچند عاشق بیرون رفتن و مهمونی و خوشگذرونی بود، اما وقتی صحبت از کار و دانشگاه میشد به شدت مسئولیت پذیر بود. هیچ موقع بیخبر غیبت نمیکرد. علاوه بر اینا کیم موبایل داشت که حالا استفاده از موبایل اون زمان خیلی رایج نبود، اما با این حال جواب ندادنش پدرش رو نگران میکرد. جاش گفت شاید با تلفن خونه تماس گرفته، ولی تامی گفت نه، فقط یه تماس از دست رفته روی تلفن بود که وقتی پیغام صوتیشو گوش کردم فقط صدای خشخش میومد، اصلا نمیدونم کی بوده. بنابراین جاش پیشنهاد داد که برن گاراژ رو چک کنن ببینن ماشین کیم اونجاست یا نه. دوتایی رفتن اون طرف خیابون، در گاراژ رو باز کردن و ماشین کیم اونجا نبود. حالا هیچ کدوم نمیدونستن چه واکنشی نشون بدن. این میتونست نشونه خوبی باشه که کیم هنوز با دوستاشو برنگشته خونه، اما خب این چیزی از نگرانیشون کم نمیکرد و تو این نقطه دیگه جاش هم به اندازه تامی نگران به نظر میرسید. چند دقیقه بعد تامی از اونجا زد بیرون و مستقیم رفت اداره پلیس. اونجا 2 افسر به صحبتاش گوش دادن و گفتن درسته، حق دارید نگران باشید، اما واقعا برای یه آدم بالغ که حتی 24 ساعت هم از مفقودیش نگذشته نمیتونیم گزارشی ثبت کنیم. تامی التماسشون کرد که حداقل بیایید خونه‌شو رو بررسی کنید، شاید چیز غیر معمولی پیدا شد. و در واقع حال تامی انقدر بد بود که افسرها ترسیدن وسط اداره پلیس سکته کنه یا دچار حمله عصبی شه. پس قبول کردن همراهش برن و یه نگاه مختصری به اونجا بندازن. حوالی عصر تامی جلوی در گاراژ وایساده بود در حالی که افسرها داشتن داخل رو میگشتن. توی یه نقطه یکیشون روزانه‌هاش نشست و همکارش رو صدا زد. گفت یه گوشواره طلایی روی زمین پیدا کرده. تامی به محض شنیدن این جمله انگار دنیا رو سرش خراب شد. گفت این ثابت میکنه اتفاق بدی افتاده. افسرها سعی کردن آرومش کنن که شاید وقتی داشته سوار ماشین میشده از گوشش افتاده. میدونی خیلی هم چیز عجیب و غیر ممکنی نیست. و نهایتا قول دادن که دنبال ماشین کیم میگردن. تامی یه عکس از کیم بهشون داد و گفت دخترش 2 تتو داره که ممکنه کسی دیده باشه. یه عقرب رو پای چپش و یه علامت بی‌نهایت هم روی کمرش. افسرها گفتن به محض اینکه خبریشه بهش میگن و از اونجا رفتن. تامی برگشت خونه و به اپریل و جاش گفت مطمئنه یه اتفاق بدی افتاده اما پلیسا جدیش نمیگیرن. بنابراین از جاش خواست کمکش کنه برگه‌های مفقودی کیمو توی شهر پخش کنن و جاش گفت حتما هر کاری لازم باشه میکنیم. تو همین حین که تامی و جاش بیرون بودن، اپریل با دوست کیم که شب قبل باهاش بیرون رفته بود تماس گرفت. دوستش گفت دیشب با هم بودیم، حوالی ساعت 4 صبح منو رسوند خونه و از اون موقع دیگه خبری ازش ندارم. یکم دیرتر که اپریل جریانو به تامی گفت، تامی به این نتیجه رسید که با توجه به گوشواره توی گاراژ و با توجه به حرفای دوستش احتمالاً کیم وقتی رسیده توی گاراژ یه اتفاقی براش افتاده و ادامه داد که اگه میخوایم کیمو زنده پیدا کنیم وقت زیادی نداریم. 3 مارچ 2 روز بعد مفقودی مادر کیم رسید به بروکلین. طی 2 روز اخیر شوهر سابقش تامی تو کل شهر برگه‌های مفقودی رو پخش کرده بود و پلیسا هم تحقیقات رو شروع کرده بودن. حالا مادر اومده بود که به روش خودش دنبال دخترش بگرده. مادر کیم وارد یه خونه کوچیک و خیلی تاریک تو منطقه بیبریج شد. پرده جلوی اتاق رو کنار زد و اونجا یه زن با موهای بلند تیره روی صندلی نشست.
نشسته بود. زنه یه به اصطلاح غیبگو بود که مادر کیم باهاش قرار داشت. غیبگو پرسید چطور میتونم کمکتون کنم و مادر کیم در حالی که سعی میکرد بغضش رو قورت بده توضیح داد که دخترش چند روز مفقود شده. بعد چند تا از متعلقات کیم و یه عکس ازش رو گذاشت روی میز و پرسید میتونه این جلسه رو رکورد کنه. غیبگو به نشونه تایید سر تکون داد. بعد دستاشو گذاشت رو وسایل کیم و چشماشو بست. حدوداً 1 دقیقه جفتشون سکوت کردن تا اینکه غیبگو شروع کرد به حرف زدن. گفت کیم هنوز زنده است اما دیگه توی بروکلین نیست. دست و پاشو بستن و توی جای سرد و تاریکه، یه جا مثل یه زیرزمین. بعد سرشو بالا گرفت انگار داره به یه چیز نامرئی نگاه میکنه و گفت توی هوا یه سری حروف معلق میبینه و یکی از اون حروف حرف بزرگ تیه. چند لحظه بعدم از اون حالت خلسه مانندش بیرون اومد و مادر کیم ضبط صدا رو قطع کرد. همون روز مادر کیم رفت آپارتمان دخترش پیش جاش، اپریل و دوست پسر سابق کیم جینی گرام. مادر میدونست کیم دوباره داره با جی قرار میذاره و هرچند خودش شخصا از جی خوشش نمیومد اما خوشحال بود که برای کمک اومده. بعد احوال پرسید دستگاه ضبط صدا رو درآورد و توضیح داد که پیش یه غیبگو رفته. جی سعی کرد جلوی خنده‌شو بگیره. یه نگاه به اپریل و جاش انداخت و دید مثل اینکه اونا خیلی قضیه رو جدی میگیرن. مادر کیم دکمه پخش رو زد و به محض اینکه رسید به قسمت حروف معلق در هوا پوزخند جی محو شد. هیچ کدوم نمیخواستن به روی خودشون بیارن اما داشتن فکر میکردن که حرف تی اشاره به شخص خاصی داره، پدر کیم. تی برای تامی. ساعت 2:15 مارس یعنی 3 روز بعد مفقودی یه مرد تو خونش تو محله کوینز حدوداً نیم ساعت اون طرفتر از خونه کیم از خواب بیدار شد. بوی سوختگی می اومد. پس با عجله از اتاقش دوید بیرون و متوجه شد که بو از داخل خونه نیست. رفت بیرون جلوی ورودی و دید یکم پایینتر یه خونه 2 طبقه چوبی آتیش گرفته. سریع برگشت داخل، با 911 یا همون 911 تماس گرفت و با اپراتور گفت خونه‌ای که داره میسوزه مدت هاست خالیه، عملاً متروکه است. اما با این حال ممکنه کسی داخلش باشه. پس اپراتور گفت فوراً هم آتش نشانی هم آمبولانس میفرستیم اونجا. یکم بعد ماشینای آتش نشانی جلوی خونه متروکه در حال سوختن پارک کردن. مشغول کار شدن و در واقع خیلی سریع تونستن آتیشو خاموش کنن. داشتن میگشتن ببینن منشأ آتش سوزی چی بوده تا اینکه یکیشون وارد راه پله‌ای شد که سمت زیرزمین میرفت و بلافاصله شروع کرد به داد زدن. به گفته خودش طی سالهای کاریش چیزای وحشتناک زیادی دیده بود اما این از همه‌شون بدتر بود. همکاراش دویدن که بپرسن چی شده اما آتش نشانه گفت همتون عقب وایسید و فقط پلیس رو خبر کنید. همون روز صبح 2 تا کاراگاه با اسمای لوئیس پیا و تام شلوین از دایره جنایی NYPD رسیدن اونجا. از دید همه پیا و شلوین یه تیم حرفه‌ای و بی‌نقص بودن. پیا خیلی راحت با همه ارتباط برقرار میکرد انگار که بهترین دوستشون و به اعتراف گرفتنای سریع شهرت داشت. آخر هر بازجویی متهما یهویی میخواستن کار درست رو انجام بدن که پیا رو سربلند کنن. از طرف دیگه شلوین ساکت و جدی بود. همکاراشون میگفتن وقتی صحنه جرم رو بررسی میکنه انگار میتونه تو زمان به عقب برگرده و ببینه دقیقاً چه اتفاقایی افتاده. پیا و شلوین وارد خونه شدن، رفتن تو زیر زمین و اونا هم درست مثل آتش نشانه باورشون نمیشد دارن چی میبینن. اونجا رو صندلی یه جسد به طرز وحشتناکی سوخته افتاده بود که لباسا و حتی صورتش کاملا از بین رفته بودن. یکم رفتن جلوتر و مشخص بود قربانی یه زنه که دستاشو از پشت بستن. پیا به جسد خیره شد و فقط گفت امیدوارم بعد مرگش این بلا رو سرش آورده باشن. شلوین یه نگاه دقیق تر انداخت و یه چیزی توجهش رو جلب کرد. رو پوست به شدت سوخته پای قربانی یه تتوی عقرب مشخص بود. بعد رفتن پشت صندلی که میشه گفت از بقیه یه جاها کمتر سوخته بود و اونجا چشمشون به تتوی بی‌نهایت رو کمر قربانی افتاد. پیا با اداره پلیس محلی تماس گرفت و وصلش کردن به افسری که مسئول پرونده افراد مفقود شده بود. اطلاعاتو داد و افسر بهش گفت اون تتوها با مشخصات دختری که چند روز پیش مفقود شده مطابقت داره. باید دنتال رکورد یا همون فک و دندونای قربانی رو بررسی میکرد
میکردن تا مطمئن شن، اما ته دلشون میدونستن که جسد کیم پیدا شده. روز بعدش کاراگاه‌ها رفتن خونه اپریل و جاش که باهاشون صحبت کنن. از خونه کیم رفته بودن که مادر کیم بتونه اونجا بمونه و نوبتی هم جاشون رو عوض میکردن. یکیشون با افسرا صحبت میکرد در حالی که اون یکی بچه رو نگه میداشت. پیا و شلوین میخواستن بدونن کیم رابطه عاشقانه‌ای داشته یا نه. اون وضعیت وحشتناکی که جسد توش پیدا شد باعث میشد فکر کنن این قتل کار یه دوست پسر حسود یا عصبانی بوده. اپریل و جاش که پریشون و داغون بودن هم همین نظر رو داشتن. گفتن کیم اخیراً با دوست پسر سابقش جی دوباره صحبت میکرد اما اونقدر هم جدی نبود. با این حال یه نفر هست که پلیسا باید برن سراغش. اون یکی دوست پسر سابق کیم، کسی که ملقب به سایکوه. حالا افسرها باورشون نمیشد که یه نفر خودشو واقعا سایکو معرفی کنه، مثل بزرگنمایی خلافکاراست. اما وقتی اپریل و جاش توضیح دادن که سایکو چقدر این اواخر کیمو اذیت میکرده، تهدیدش میکرده، میومده دم خونش، فهمیدن که یه مظنون درجه 1 دارن. و زیاد طول نکشید که فهمیدن سایکو با گروه‌های خلافکار روسی تو نیویورک در ارتباطه. از طرفی به یه زن تجاوز کرده و به قید وثیقه آزاده و علاوه بر تمام اینا یه سابقه طولانی از بدرفتاری با آدمایی که عصبانیش کردن داره. بنابراین همون روز رد سایکو رو زدن و فوراً احضارش کردن به اداره پلیس. سایکو بعد رسیدن به اداره با یه سطح اعتماد به نفس عجیبی وارد اتاق بازجویی شد. یه پسر قد بلند، رنگ پریده با ریشای روشن بود و وقتی روی صندلی نشست قبل اینکه اصلا افسرها حرفی بزنن شروع کرد به خندیدن. پیا و شلوین بهش گفتن کیم انتوناکس به قتل رسیده و سایکو در جواب همینجوری خونسرد و آروم فقط نگاهشون کرد. بعد چند لحظه سکوت پیا پرسید که چطور کیمو میشناسه و تو این نقطه سایکو دوباره شروع کرد به خندیدن. گفت اسم کیم برام آشناست اما واقعا نمیتونم چهرهشو به یاد بیارم. پیا لبخند زد و پرسید اوکی اگه نمیشناسی پس چرا اسمشو روی پات تتو کردی؟ سایکو به صندلیش تکیه داد و یه جور نگاهشون کرد انگار این مسخره ترین چیزیه که تو عمرش شنیده. گفت حروف KIM رو روی پام تتو دارم اما این برای اسم کیم نیست. این حروف به معنی چیزی هن که شماها متوجهش نمیشید. مخفف یه جمله انگیزشیه برام. پیا و شلوین همو نگاه کردن و تقریبا خنده‌شون گرفت. رفتار سایکو میتونه سرگرم کننده باشه، البته اگه یه مظنون قتل نبود. پس پیا خم شد روی میز و گفت دروغ نگو، ما میدونیم بعد به هم زدنتون چقدر اذیتش کردی و حتی چند نفر شبی که کیم مفقود شد حوالی خونش دیدنت. اینجا دیگه سایکو ادا اطفار و سرسختیشو کنار گذاشت و به شناخت کیم و رابطه‌شون اعتراف کرد، اما بازم اصرار داشت که تتوی پاش هیچ ربطی به کیم نداره و رابطه‌شون اونقدرام جدی نبوده. آخرای بازجویی با اینکه میدونستن سایکو قاطی داره، یعنی واقعا یه تختش کم و مظنون شماره 1شونه، اما مدرک محکمی نداشتن که نگهش دارن. پس آزادش کردن که بره. ولی با توجه به سابقه خرابش و اون حرکات و رفتاراش طی بازجویی تونستن یه حکم نظارت براش بگیرن که دورادور حواسشون بهش باشه. امیدوار بودن که سایکو یه جایی سوتی بده و لو بره، اما همین حین باید میرفتن سراغ مظنونای دیگه‌شون، یعنی اون یکی دوست پسر سابق کیم، جی نیگران. چند روز بعد از مرگ کیم افسرها تو اتاق بازجویی روبروی جی نشستن و مکالمهشون خیلی بهتر از صحبت با سایکو پیش رفت. جی گفت یه مدتی از هم جدا بودن اما اخیراً آشتی کردن و در واقع موقعی که کیم مفقود و نهایتاً کشته شد با هم بودن. کاراگاه‌ها شک کردن. اپریل و جاش گفته بودن که کیم و جی یه جورایی با هم آشتی کرده بودن، یعنی چیز جدی نبود، فقط همو میدیدن و شاید همین جی رو ناراحت کرده. شاید میخواست کامل آشتی کنن، یه چیز بیشتری از رابطه‌شون میخواست، اما کیم موافق نبود. برای همینم جی عصبانی شد و زد کشتش. با این حال چیزی به روش نیاوردن و گذاشتن به حرفاش ادامه بده. نهایتا جی گفت یه نفر هست که پلیسا واقعا باید دربارش تحقیق کنن. پیا پرید وسط حرفش که آره قبلا با سایکو صحبت کردیم، اما جی سر تکون داد و گفت نه، منظورش به سایکو نیست. پلیسا باید درباره پدر کیم یعنی تامی تحقیق کنن. پیا و شلوین جا خوردن. تامی
تامی اولین نفر اومد اداره پلیس و حتی قبل اینکه تحقیقات شروع شه کل شهر رو زیر و رو کرد. بنابراین پیا پرسید دقیقاً چی باعث شده بخوای فکر کنی که تامی ممکنه ربطی به این قضایا داشته باشه. حالا جی نمیخواست دلیل واقعیشو بگه که یه غیبگو یه حرف تی نامرئی معلق در هوا دیده، قطعاً تو روش مسخرش میکردن. به جاش آروم یه جور که انگار میترسه کسی صداشو بشنوه گفت تامی با مافیا کار میکنه. این کاملا دور از تصور به نظر میرسید، اما جی گفت من این خانواده رو خوب میشناسم و از خودم در نمیارم، فقط کافیه درباره شغل تامی تحقیق کنی. کاراگاه‌ها یکم دیگه با جی صحبت کردن و فرستادنش بره. حتی فکر کردن به بازجویی از پدری که دخترش رو انقدر وحشتناک از دست داده حالشون رو بد میکرد. اما خب از اونجایی که سایکو هنوز هیچ آتویی دستشون نداده بود به ناچار باید تحقیقات رو ادامه میدادن تا بفهمن چه اتفاقی برای کیم افتاده. عصر همون روز پیا و شلوین در خونه تامی رو زدن. تامی در رو باز کرد، گفت بیایید داخل و داغون به نظر می رسید. انگار چند روز نخوابیده بود. صورتش رفته بود تو، دستاش می لرزیدن و حتی نمیتونست درست جمله بندی کنه. پیا گفت راستش برای بازجویی اومدیم و تامی به محض اینکه اینو شنید از کوره در رفت. شروع کرد به داد زدن که شماها دارید اینجا وقت تلف میکنید در حالی که قاتل دخترم اون بیرون داره آزادانه میچرخه و اگه کارتون رو بلد بودید منو برای مرگ دخترم بازجویی نمی‌کردید. دختری که تو این دنیا برام از هر چیزی با ارزش‌تر بود. پیا گفت این روند عادی تحقیقاته که با تمام آدمای نزدیک به قربانی صحبت کنی. تو این نقطه تامی یه مقدار آرومتر شد، اما خب همچنان کلافه بود. پیا مستقیم رفت سر اصل مطلب و ازش پرسید ارتباطی با مافیا داره یا نه. تامی نگاش کرد و سر تکون داد، انگار باورش نمیشه داره چی میشنوه. گفت میتونن کار سابقش هر چیزی که میخوان رو بررسی کنن و هیچ چیزی خلاف قانون پیدا نمیکنن. ادامه داد که آره محل کارش تصادفاً نزدیک دفتر مافیای بزرگ نیویورک یعنی جان گاتیه. چند بارم آدماشو دیده اما هیچ ارتباطی باهاشون نداره. بعد این تامی دوباره شروع کرد به داد زدن که جای این کارا قاتل دخترمو پیدا کنید. برای پیا و شلوین واضح بود که تامی حوصله و شرایط مساعده صحبتو نداره. پس سری خدافظی کردن، اومدن بیرون و برگشتن اداره پلیس. پیا خودش هم یه پدر بود و درک میکرد چقدر برای تامی سخته که یه نفر بخواد حتی فکر اینو بکنه که به دخترش آسیب زده. اما همین هنگ که مشغول تحقیق درباره ارتباط تامی با مافیا بودن متوجه یه چیزی شدن. تامی چندین و چند بیزنس و شغل مختلف داشت و یکی از اونا کمپانی بیمه آتش سوزی بود. شلوین گفت تامی چه با مافیا ارتباط داشته باشه چه نداشته باشه به عنوان کسی که با بیمه آتش سوزی سر و کار داره قطعاً میدونه چطور باید یه خونه رو آتش زد که هیچ سرنخی باقی نمونه. اگه اون مرده تو محله کوینز نصف شب با بوی دود از خواب بیدار نمیشد، آتش نشانا به موقع نمیرسیدن و جسد کاملا از بین میرفت. پیا حتی از فکر کردن به این تئوری متنفر بود. هنوز امید داشت که سایکو یا یه نفر دیگه بالاخره یه جای حرکتی میکنه و ثابت میشه که تامی بیگناهه. اما روزا گذشتن، هیچ سرنخی پیدا نشد و پرونده همینطور باز مونده بود. البته ماشین کیمو چند کیلومتر اون طرفتر از خونش پیدا کردن ولی کامل تمیز شده بود، هیچی توش نبود. پس ماه‌ها گذشت و انگار این کیس به بنبست خورده بود. پیا و شلوین تصمیم گرفتن کاریو که اصطلاحاً بهش میگن چرم کفش انجام بدن. اینجوریه که پلیسا تو محله‌ای که قربانی توش زندگی میکرد و محله‌ای که جسد توش پیدا شد میچرخن، در خونه ها رو میزنن و با هر کی بتونن صحبت میکنن. ولی خب متاسفانه اینم بیهوده بود و هیچ نتیجه‌ای نداشت. ماه جون 1995 یعنی 3 ماه بعد از مرگ کیم، پلیسا یه تماس دیگه از محله کوینز دریافت کردن. گزارش شد که جسد یه پسر جوون وسط خیابون افتاده. به معنای واقعی کلمه وسط خیابون، عین اعدام به سبک مافیایی. پیا و شلوین سریع اطلاعات قربانی رو درآوردن و رفتن محله کوینز دم خونش. اونجا مادر قربانی بردشون داخل، گفت میتونن خونه رو بگردن، شاید یه چیز به درد بخوری پیدا شد. گفت پسرش اخیراً با یه سری آدمای ناجور میچرخید اما واقعا نمیدونه چرا باید یه نفر بکشتش. یا نشست کنار مادره شروع کرد به دلداری دادن در حالی که شلوین داشت خونه رو میگشت. توی نقطه شلوین رسید به یکی از اتاق
اتاقای پشت خونه. از پنجره بیرون رو نگاه کرد و متوجه شد که از اونجا مستقیما به خونه متروکه‌ای که جسد کیم توش پیدا شد دید داره. پس برگشت تو پذیرایی و از مادر قربانی پرسید تا حالا دیده کسی بره توی اون خونه یا تا حالا پسرش رفته اونجا. زن بیچاره گفت خیلی وقت ندیده کسی بره اونجا و پسرش هم برای این کار دلیلی نداشت. نهایتا کارآگاه‌ها بابت کمکاش تشکر کردن و برگشتن توی ماشین. بعد یکم صحبت جفتشون موافق بودن که غیر ممکنه این اتفاقی باشه. پسر جوونی که به روش مافیایی کشته شده درست کنار خونه‌ای که توش جسد کیمو پیدا کردن زندگی میکنه. مطمئن بودن که مرگ این پسر یه جوری با مرگ کیم مرتبطه، فقط چه جوری و ربطشون نمیدونستن هنوز. 3 سپتامبر 1995 پیا و شلوین طبق معمول مثل روزهای دیگه پشت میزشون نشسته بودن و سرنخا رو بررسی میکردن. سایکو همچنان تحت نظر بود اما هیچ کار غیر معمولی نکرده بود و مشخص شد که تامی پدر کیم هم هیچ ارتباطی با مافیا نداره. پس تو این نقطه هرچند که نمیخواستن اعتراف کنن اما پرونده عملاً به بنبست خورده بود. درست همون موقع صدای داد و بیداد یه نفر تو راهروی اداره پیچی. سرشون آوردن بالا و دیدن یکی از افسرا داره یه دختر جوون موبلند و میاره سمتشون. افسر معذرت خواست، گفت این خانم میگه درباره مرگ کیم اطلاعات داره و هرچند بهش گفتم منتظر بمونه اما راهشو کشید و اومد. حالا طی چند ماه اخیر خیلیا چنین ادعایی کردن. پس پیا و شلوین میدونستن چرا افسر برای راه دادنش دو دل بود. از طرفی دختره خیلی پریشون به نظر میرسید و صورتش کامل کبود بود. وایسادن رفتن نزدیکش که مطمئنشن نیاز به کمک فوری پزشکی نداره، ولی دختره زدشون کنار و گفت الان به پلیس نیاز داره نه دکتر. پیا سر تکون داد و پرسید اوکی خب اسمت چیه؟ دختره همینطور که اشک میریخت لبخند زد، به موهاش اشاره کرد و گفت همه بلاندی صداش میکنن. پیا با لبخند و یه صدای آروم ازش خواست توضیح بده که چه خبر شده. بلاندی یه نفس عمیق کشید، اشکاشو پاک کرد و گفت صبح زود با دوست پسرش دعوا شده. مطمئن بود پسر داره بهش خیانت میکنه، برای همینم طی بحث صداشو برد بالا. اما پسره جای اینکه اونم مثلا صداشو ببره بالا و داد و بیداد کنه یه بیل برداشت و شروع کرد به زدنش. ادامه داد که من افتادم زمین و فکر کردم الان منو میکشه، اما به جاش موتورسیکلتمو برداشت و از اونجا رفت. پیا اینجوری بود که خیلی متاسفم، اتفاق وحشتناکیه اما چه ربطی به مرگ کیم داره؟ بلاندی نگاهشون کرد و گفت دوست پسرم وقتی منو زد و افتادم روی زمین قبل اینکه بره به هم گفت من همین الانشم یه دختر رو آتیش زدم، مشکلی هم ندارم دوباره انجامش بدم. کاراگاه‌ها اسم دوست پسرش رو پرسیدن و به محض اینکه اون اسمو شنیدن فهمیدن که داستان بلاندی حقیقت داره، چون دوست پسرش و البته قاتل کیمو خیلی خوب میشناختن. حالا مثل همیشه برای اینکه بفهمیم چه اتفاقاتی افتاده باید برگردیم به شب مفقودی کیم 1 مارس 1995. اون شب آدمرباها چندین ساعت کنار گاراژ کیم منتظر موندن تا حوالی ساعت 4 که دیدن یه هوندا سیویک سفید داره از ته خیابون میاد و خب میدونستن که متعلق به کیمه. پس همونجا تو تاریکی پشت یه ماشین قایم شدن و بعد اینکه کیم ماشین رو تو گاراژ پارک کرد بی سر و صدا رفتن طرفش. کیم ماشین رو خاموش کرد، پیاده شد، اما ظاهرا یه چیزی شنید یا حس کرد یه نفر اونجاست که باعث شد بترسه، چند لحظه مکث کنه و بدو به طرف در گاراژ. تو این نقطه یکی از آدمرباها بهش حمله کرد و دستاشو از پشت گرفت. کیم مقاومت کرد، تونست یکی از دستاشو آزاد کنه، با سویچ ماشین بکوبه تو صورتش و جیغ بزنه، اما اون یکی آدمربا دوید سمتش و انداختش زمین و همونجا هم گوشواره کیم افتاد. کیمو به شکم خوابوندن، اون یکی اومد دهنشو چسب زد، دستاشم از پشت بستن و نهایتاً یک بار دیگه محکم سرشو کوبیدن به زمین که باعث شد کیم بیهوش شه. بعد از اون کیمو انداختن تو صندوق عقب ماشین خودش و از بروکلین رفتن به محله کوینز و جلو همون خونه متروکه پارک کردن. خیابون کاملا تاریک بود و هیچ کسی اون ساعت بیرون پرسه نمیزد. پس راحت آوردنش بیرون، کشوندنش تو خونه و نهایتا تو زیر زمین. اونجا کیم کم کم داشت به هوش می اومد و سعی می‌کرد با دهن چسب زده جیغ بکشه، ولی خب فایده
فایده ای نداشت. نشوندنش رو صندلی، پاهاشم چسب زدن، بعد در رو از بیرون قفل کردن و رفتن. کیم به مدت 36 ساعت بدون آب و غذا روی اون صندلی موند تا اینکه نهایتاً به خاطر سرما دچار هایپوترمیا شد. هی بیهوش میشد، دوباره به هوش می اومد و به احتمال زیاد توهمای شدید میزد، یعنی نمیدونست کسی کنارش هست یا نه. گذشت تا 3 روز بعد، یعنی 4 مارس، که در زیرزمین دوباره باز شد. این بار آدمرباهای کیم بالای پله ها وایسادن و قاتلای کیم با بنزین تو دستشون رفتن پایین. کیم ظاهرا مرده به نظر می اومد، اما برای کسی اهمیتی نداشت. یکی از قاتلای کیم رفت جلو، پیشونی کیمو بوسید و گفت اتفاقای بد پیش میان و زندگی مزخرفه. حالا کیم در واقع نمرده بود. هایپوترمیا باعث شده بود نتونه واکنشی نشون بده. یعنی وقتی که قاتل روش بنزین ریخت، بعد چند قدم رفت عقب و با کبریت آتیشش زد، کیم کاملا زنده بود. وقتی آتیش گر گرفت، قاتلا و آدمرباها هر کدوم سوار ماشینای جداگانه شدن و از اونجا رفتن. نهایتا قاتلا هم از هم جدا شدن. یکیشون یکم توی خیابون قدم زد و اون یکی هم رفت خونه و خوابید. مشخص شد سایکو، کسی که همه بهش مشکوک بودن، هیچ ربطی به مرگ کیم نداشته. پدر کیم یعنی تامی هم همونطور که خودش گفته بود بیشتر از هر کسی دخترش رو دوست داشت و هیچ موقع بهش صدمه نمیزد. در واقع تمام این اتفاقای وحشتناک صرفاً برای این افتادن که یه نفر یه ماشین جدید میخواست. جاش تورس، کسی که با دوست دخترش اپریل و پسر 2 سالش تو آپارتمان کیم زندگی میکرد، واقعا از هوندا سیویک کیم خوشش میومد و به این نتیجه رسید که هر طور شده باید یه ماشین شبیه اون یا بهترش رو بگیره. از طرفی دوست صمیمی جاش یعنی جینی گرانت تصادفاً دوست پسر سابق کیم بود و بهتر از هر کسی میدونست که پدر کیم سرمایه داره و هر چی رو بخوان میتونه راحت فراهم کنه. جی با کمال میل به جاش کمک کرد، چون میدونست کیم واقعا دوستش نداره و رابطهشون به جایی نمیرسه و خب قصدشون اول این بود که تامی رو تیغ بزنن. پس برنامه چیدن که کیمو گروگان بگیرن. با 2 از دوستاشون صحبت کردن که برای آدمربایی کمکشون کنن و یکی از اون 2 خونش چسبیده به اون خونه متروکه بود و اونجا رو پیشنهاد داد. صبح 4 مارس همه چی داشت طبق برنامه پیش میرفت، اما یه دفعه همه چی به هم ریخت. بعد گرفتن کیم، جاش یه پیغام صوتی از قبل ضبط شده رو تلفن تامی گذاشت که دستور داده بود $75,000 رو توی ساعت مشخص به یه مکان مشخص بیاره. اما تلفن تامی پیامو درست ضبط نکرده بود و فقط صدای خشخش شنیده میشد. و بعد که تامی رفت خونه کیم و از جاش کمک خواست، جاش ترسید و همه کار کرد که ثابت کنه بیگناه و از هیچی خبر نداره. همین حین داشت فکر می‌کرد چیکار کنه، چطوری پیغامو به تامی برسونه، که برای بار دوم همه چیز به هم ریخت وقتی مادر کیم اومد و صدای ضبط شده غیبگو رو براشون پخش کرد. چون غیبگو کاملا درست گفته بود که کیم دیگه توی بروکلین نیست، توی زیرزمین تاریک و سرد و دست و پاشم بسته است. اما علاوه بر اینا، غیبگو فقط به حرف تی اشاره نکرد، بلکه تو ادامه حرفاش گفت یه حرف دیگه هم میبینه، جی. جاش و جی که اینو شنیدن وحشت کردن. اسم جفتشون با حرف جی شروع میشد. پس بعد از اون برگشتن سمت همون خونه متروکه و توی راه بنزین خریدن. حالا جاش ادعا کرد که قصد داشتن کیمو جابجا کنن و فقط خونه رو آتیش بزنن، اما وقتی رسیدن دیدن کیم مرده. البته کیم تو اون نقطه زنده بود، پس نمیدونیم این ادعای جاش حقیقت داره یا نه. کارگاه‌های پرونده یعنی پیا و شلوین وقتی به جاش و جی مشکوک شدن که جسد اون پسره تو محله کوینز پیدا شد، چون پسره علاوه بر اینکه خونش کنار اون خونه متروکه بود، هم با جاش هم با جی دوستای صمیمی بود. در واقع یکی از آدمرباها همون پسره بوده. اما نهایتاً بلاندی، کسی که از دوست پسرش کتک خورده بود، باعث شد این پرونده حل شه، چون دوست پسرش در واقع جاش بود. پلیسا هم جاش هم جی رو دستگیر کردن و پیا تونست خیلی سریع از جی اعتراف کامل بگیره. در واقع جی با پلیسا معامله کرد، همه چیزو گفت و در ازاش فقط 2 سال زندان گرفت. جاشو بابت قتل اون پسره یا همون آدمربایی که تو محله کوینز پیدا شد محاکمه نکردن. در واقع نتونستن ثابت کنن که جاش کشتتش. هرچند بابت گروگانگیری و قتل کیم گناهکار شناخته شد و به 58 سال الی حبس ابد محکومش کردن.
ویدیوی امروزمونم تموم شد. امیدوارم که از نحوه روایت من لذت برده باشید. نظرتون رو برام بنویسید و اگه اولین بار منو میبینید سابسکرایب و زنگوله یادتون نره که پرونده های بعدی رو از دست ندید. مثل همیشه از نگاه ها و کامنت های محبت آمیزتون ممنونم. خیلی مراقب خودتون باشید و تا ویدیوی بعدی